درود بر شما دوستان گرامی، درود بر مردم مهمان دوست کولاب. روز بسیار خوبی بود، بسیار شادمان شدم که در حضور شما بزرگان هستم. برای من باعث افتخار. از رئیس شهر، از استادان دانشگاه سپاسگزارم و امیدوارم که این برنامه ها ادامه پیدا کنه و در خدمت همه شما دوستان باشم. بسیار بسیار ممنونم، باز هم سپاسگزارم. بسیار مردم مهمان نواز، بسیار مردم وطن پرست، وطن دوستی هستین و درود بر شما مردم عزیز و مهربان کولاب. استاد من یک سوال دارم. شما که امروز کلاس حافظ درس میگوید و در دانشگاه ملی تاجیکستان ما یک نوع حسد سالم هم میبریم که شما در آنجا درس میگوید، برای ما هم عاشق حافظ هستیم و شما ربط شعر حافظ را به زمان امروز چگونه میبینید؟ حافظ شعرش برای تمام زمان هاست، چه صلح باشه، چه جنگ باشه، چه خوبی باشه، چه بدی باشه، شعر حافظ اینقدر عظیمه که به درد همه زمانها میخوره و به درد همه حافظ خانها میخوره که هر کسی با اندیشه خودش با حافظ رابطه داره. بستگی داره که این رودخانه، این دریایی که حرکت میکنه، یک نفر یک کاسه آب برداره ازش یا یک نفر یک دیگ بزرگ آب برداره، ولی حافظ مال همه زمان هاست، نه امروز نه فردا. امیدوارم روزی هم برسه که ما بتوانیم بیایم تو این شهر حافظ خوانی بکنیم. باشد. استاد یک سوال از طرف ما. استاد زمانی که همین شعر من آریایی‌ام رو ایجاد کردید، چگونه احساسات شما رو فرا گرفت و آیا عموما چقدر مدت و شما امکان داد که همین شعر رو ایجاد کنید، در حالی که استاد بعضی شعرها حتی در مدت 1 سال نوشته میشن، 10 ماه نوشته میشن. همین احساسات شما هنگام نوشتن همین شعر چه بود؟ به 2-3 دلیل بود. یکی این که خدمتتون گفتم، برای که در کاخ ریاست جمهوری ایشون وقتی گفتن که من هر تاجیک در هر جای دنیا که براش مشکلی پیش بیاد من ناراحت میشم، گفتم این اقوام آریایی هستن که به هم نزدیک میشن. این رو در ذهن من پرورونده بودم. شعر اینجوری نیست که در یک لحظه بشینه آدم شعر بگه، در ذهن من پرورونده بودم. بعد در یک شب اینا رو جمع کردم و شعر من آریایی رو تمومش کردم، ولی قبلا تو ذهن من بود. سلامت باشین. استاد یک سوال دیگر، هنگام شنیدن همین سرود مثلا از تلویزیون، رادیو و دیگر چیز، چگونه خود رو حس میکنید؟ اولین باری که این رو مریم که در شهر سن‌حوزه زندگی میکنه، مریم این شعر رو خواند، در استودیو داشت میخواند و شوهرش این آهنگ رو ساخته بود و پسرش تنظیم میکرد، من همینجور اشکام جاری بود. سلامت باشین. استاد این سراینده سرود اصلا کی است؟ میتونه دربارش یک دو سخن گوید؟ کدوم سازنده این آهنگ یک دوستی من دارم که آهنگساز به نام مجید خستوان، همسرش مریم و پسرش تنظیم کننده است امیر رضا. ما یک تیم شدیم. این تیم باعث شد که این شعر ایجاد بشه، برای که شوهرش آهنگ ساخت، همسرش خان، پسرش هم تنظیم کننده بود. سلامت باشین. استاد سوال آخرین همین است که مراجعت شما به جوانان تاجیکستان چی است در این ایام پرتلاطم جهان که در همه منطقه ها مثلا عین حال جنگ است، دیگر چیزا است، مراجعت شما به جوانان چی است؟ جوانان جوینده هستند در اینجا، جوانان خیلی خواهنده هستند بدونن چی هست در دنیا میگذره، ولی گفتم که من نصیحتم به جوان ها هستش که فریب هیچ کس نخورن. این مملکت در حال پیشرفته. این ساختمان سال 94 که من اینجا بودم نبود، اینور اونور بود، ولی ببینید عظمت داره. تنها ساختمان نیست، این لباسی که تن شما هست اون سالها نبوده، عباهای بلند بوده یا یک عده‌ای بوده، تن من هم همینجوری بوده. زمان داره با سرعت جلو میره و خوشبختانه تاجیکستان هم به سرعت داره حرکت. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت. قربان.